ما اهل ازمیر هستیم. 5 سالم بود که پدرم با گفتن دارم میرم بقالی از خونه رفت و دیگه برنگشت. ما 3 خواهر و مامانمون بزرگ کرد. میشه گفت اونم با ما بزرگ شد و رشد کرد. لابد میگین واسه چی از ازمیر بلند شدین اومدین استانبول؟ حالا اومدین هیچی، واسه چی رفتی رو پشت بوم؟ وقتی چشمو میبندم و یه نفس عمیق میکشم، بوی دریا رو حس میکنم، عین ازمیر، انگار هنوزم تو ازمیرم. حتما کنجکاو شدین بدونین چرا من اینجام. اگه اتفاقای اونجوری پیش نیاد که من دلم میخواد خودمو پرت کنم پایین. البته همه اینا تقصیر مامانمه. نه، راستشو بخواین همش هم که نه. بیشتر میشه گفت تقصیر هالوکه. اون مرتی که هالوک. بچه‌ها هفته دیگه تکلیفتون رو انجام بدین و بیاین. خانم معلم. اوه چه خبرها؟ اصلا نمیتونم تعریف کنم. اگه میخواستی خودت میومدی. دوست نشو، سلین تئاتر داشت، دعوت کرده بود وگرنه حتما میومدم. سلین تئاتر داشت، پری میخواست بره باغ وحش. هیچ کدومشون هم که نباشه مشکلات نازلی. بهانه‌هات هیچ وقت تمومی نداره. معذرت میخوام چند لحظه حق پاسخگویی محفوظ بمونه. وای، واسه مردم از دوست پسرشون پیام میاد، واسه منم که فقط از بانکا پیام میاد. چی دوست پسری بابا دیگه چی؟ اونم تو این سن و سال. 35 سالته. آره، هر چند وقت یه بار اینو باید به خودم یادآوری کنم. ولی لبخندت هنوز رو صورتته. آره، یکی از بچه‌ها یه ویدیوی گربه بازیگوشو فرستاده بود، به اون داشتم آره عزیزم، مطمئنم ویدیوی خنده‌دار بوده. گوش کن، اگه چیزی باشه و به من نگی خیلی ناراحت میشم. جون وا. باشه، تو هم نمیخواستی، خودم میخواستم برات تعریف کنم. وای، جدی میگی؟ آره. آخه بالاخره عاشق شدی. خب حالا چطور آدمیه؟ بگو ببینم. خوشی بیشتر بچه‌ها الان میفهمن. اگه ولم کنی برات تعریف میکنم. تا اسم آقا دامادو نگی ولت نمیکنم. هالوک. آره، ساعت تو چند خریدی؟ آره، ساعتش هم باحاله. خیلی خوشگله. روز بخیر استاد. سلام استاد. روز بخیر. دیوونشم به خدا. ما هم دیوونشیم. اون مادرمه، میفهمی؟ خب معلم منم هست. صداتو ببر. زهرا کله گنده هم معلمته، پس چرا دیوونه اون نیستی ها؟ ببین منو، 2 کلمه بیشتر حق نداره از دهنت در بیاد. فهمیدی؟ غلط کردم. باشه، معذرت میخوام. دفعه دیگه نشنوم اسم مادرمو میاری، چون دیگه یقتو نمیگیرم، زبونتو در میارم. به چی زل زدین؟ بریم پی کارتون. آبرومون رفت. ای بابا بچه‌ها، مسخره بازی رو ول کنین. فردا امتحان هندسه داریم، تمرین کردین؟ بچه‌ها میشه جاتون عوض کنین؟ یالا. کاغذی که تو درس جغرافی برات نوشتم و گرفتی؟ دیدم. خوب، جوابت بعد مدرسه بریم بگردیم؟ 2 تایی؟ نه، میخوای دوستات هم جمع کن بیار. از اونورم میریم تماشای مسابقه. معلومه که تنهایی. باشه. دوزاری این پسر 17 ساله چقدر کج خدا. دیگه وقتش بزرگ شی. ببین منو، همه قبول دارن که من دختر افسانه‌ای این مدرسه. تو هم که نور چشمی این دبیرستان هستی. البته چشمای کمسو. خب کارشم نمیشه کرد. یعنی یه جورایی به هم میخوریم. چیزی هست که تا اینجا نفهمیده باشی؟ حالا میریم با هم بگردیم؟ بگین ما هم بفهمیم. تو گوش وایساده بودی؟ نه، پس فکر کردی تو رو با مظهر آیکیو تنها میذاشتم؟ ارتباط خونی نمیذاره. یه جوری حرف میزنی انگار من آدم نیستم ها. اصلا تو چرا هنوز اینجایی؟ بورا جان، بازم با هم حرف میزنیم باشه؟ اگه تونستی طاقت بیاری فقط 10 روز بدون دوست پسر بمونی بهت مدال افتخار میدم. چون 5 دقیقه از من زودتر به دنیا اومدی فکر کردی خواهر بزرگی؟ بله، پس چی؟ من خواهر بزرگتم، نمیذارم هر کاری که دلت بخواد بکنی. گربه وحشی و دوما پایین همه دارن نگاهتون میکنن.
باهات کل کل نمی کنم. آبجی کوچولوی من، امیدوارم هیچ وقت بزرگ نشی و همیشه کوچولو بمونی. کاری هم به این آدما نداشته باشی. وای آبجی. تعریف کنیم بچه ها، روز چطور بود؟ از فوق‌العاده‌ام اونورتر. دوقلوها؟ امکان نداره ما دوقلو باشیم. 100% یه اشتباهی شده. حتما تو یکی خطا در تولید وجود داره. مامان وقتی حامله بودی حتما نونی زیر پات له شده و توبه نکردی. نمیشه دلیل منطقی دیگه پیدا کرد. پیرزن قرقرو. خیلی خوب دیگه بچه ها، بسته. میگم بریم بیرون با هم یه چیزی بخوریم؟ مثلا پیتزا. من نمیخورم. رژیم سوئدی دارم. واسه همینه که سلولای مغزیت رشد نمیکنه دیگه. ببخشید شما چیزی گفتی؟ مطمئنم شنیدی چی گفتم. بچه ها بسته دیگه، فکر کنم بهتره بریم خونه اصلا. مامان من ببینم کیه؟ نه عزیز دلم، من خودم بعدم میبینم. اگه کسی هم کار واجب داشته باشه زنگ میزنه. انگار یکم زیاده روی کردم. آماده ای عزیزم؟ من تو رستوران منتظرتم. عشقم خیلی دلم برا تنگ شده. تا 10 دقیقه دیگه میام بیرون. بچه ها من میرم بیرون، زود برمیگردم. مامان خیلی خوشگل شدی. این لباسم خیلی بهت میاد. واقعا به میاد؟ اوه ببینم خبریه؟ نه جانم چه خبری؟ نهال بلیت سینما ده شوهرش براش گرفته بود، قرار بود با هم برم. بعد بهونه آورد که تلویزیون چه میدونم فوتبال داره و من نمیام. نهالم گفت تو بیا. چه فیلمیه؟ فکر کنم فیلم کمدی ترک باشه، یه همچین چیزی. غذا رو گازه، یادتون نره زیرشو خاموش کنی. نازلی کجاست؟ رفته تا این سوپر یه چیزی بخره. الان باشه من رفتم، دیر نمی‌کنم. چیزی شد زنگ بزنین. مگه تو سینما میشه گوشی جواب داد؟ ای بابا میذارمش رو ویبره. چیزی شد پیغام بدین. فعلا بچه‌ها خداحافظ. میبینیمت. مامان کجا رفتی؟